الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 15مین ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد و البته الله را همیشه در همه حالت و در همه زمان و مکان حمد و ثنا و ستایش و شکر می نماییم که به ما بندگانش هدایت را نصیب دیده است و از فرقه ناجیه اهل سنت و الجماعت گردانیده است. در حقیقت این بزرگترین نعمت الله رب العزة والجلال و بندگانش در این دنیا است. پس برادران و خواهران عزیزم، در حلقه پیش گذشته به شما معلوم گشت که لا اله الا الله شرط ها دارد و البته شرط های لا اله الا الله از قرآن و سنت و اجماع صحابه اثبات شده است و این چنین از تابعین و تبع التابعین و امامان چهار مذهب و علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت این شرط ها را ذکر نموده اند و حتی عقل صحیح و عقل سالم نیز دلالت می کند که لا اله الا الله به خود شرط ها دارد. اما سخنهای علما همه اش چگونه ای که به شما بیانگش متفرق بود، جداگانه بود. یگان نفر از علما این 7 شرط های لا اله الا الله را در یک حالت ذکر نکرده اند. علما متفرق یعنی جداگانه از همدیگر این شروط ها را ذکر کرده اند. اما یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت عبدالرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب فتح المجید شرح توحید خود این شرط های 7گانه را در یک جا جمع می نمایند. علما می گویند اولین کسی که شرط های لا اله الا الله را در یک جا جمع نموده است و این را 7 تا ذکر نموده است و در 7 تا انحصار کرده است، یعنی در دائره 7 عدد معین شرط را ذکر نموده است. این نبیره شیخ الاسلام مجدد الدین محمد ابن عبدالوهاب است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله 4 فرزند داشتند: حسن، حسین، علی و عبدالله. و این نبیرهشون عبدالرحمن از پسری کلانیشون هست، نبیره پسری کلانی، یعنی از فرزند کلانیشون حسن عبدالرحمن پسر به وجود می آید و انمین عبدالرحمن در فتح المجید یعنی در شرح کتاب بابایشون توحید ذکر می کنند. می گویند لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. شیخ عبدالرحمن ابن حسن در فتح المجید می گویند که ضرور است که در شهادت لا اله الا الله نیست معبود بر حق بجز الله 7 شرط به وجود بیاید. اگر 7 شرط به وجود نآید یا یکی از این 7 شرط به وجود نآید و ترک شود،
لا اله الا الله به صاحبش و به گوینده اش هیچ فایده نمی بخشد. و می گویند شرط اول علم است که نیست کننده جهل است. شرط دوم یقین است که نیست کننده شک است. شرط سوم قبول است که نیست کننده رد است. و شرط چهارم انقیاد است که نیست کننده ترک است. و شرط پنجم اخلاص است که نیست کننده شرک است. و شرط ششم صدق است که نیست کننده دروغ است. و شرط هفتم محبت است که نیست کننده بغض و عداوت است. پس بارک الله فیکم، این سخن شیخ محمد یا که عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب بود. و البته در این کتاب فتح المجید دلیل های را هم ذکر نموده اند که ما البته در 2 حلقه گذشته دلیل های زیادی را برای اثبات شرط های هفتگانه ذکر نمودیم. پس بارک الله فیکم، چرا شرط های لا اله الا الله فقط 7 تا ذکر شده است، نه 8 نه 9، تنها در گرد و اطراف 7، یعنی منحصر در 7 تا شده است؟ برای این که علما میگویند این 7 شرط تمام اسلام را در بر میگیرد و همه چیزی که مهمات اسلام است به زیر این 7 شرط لا اله الا الله و شرط صحت اسلام و شرط صحت ایمان و شرط صحت محمد رسول الله داخل می شود. بارک الله فیکم. پس وقتی که نظر میکنید به یقین یا که به صدق و اخلاص، میبینید که یقین، صدق، اخلاص، این 3 شرط های لا اله الا الله اساس توحید است. هر کسی که خود را موحد میگوید اما یقین یعنی باوری کاملی 100% ندارد، صدق ندارد، اخلاص ندارد، از این فهمیده می شود که ادعای موحد بودنش دروغ است، چرا که اصل توحید این یقین است و صدق است و اخلاص است و اصل موحد بودن این با یقین بودن، صادق بودن و صادقانه عمل کردن و با اخلاص عمل کردن. یعنی وقتی که یقین میگویم شک و شبهه نداشتن، وقتی که صدق میگویم یک دروغین بعضی از شبهه ها نداشتن، وقتی که اخلاص میگویم از شرک دور شدن. کسی که خود را موحد میگوید باید که شک و شبهه نداشته باشد و یقینش کامل باشد، باید که راستین باشد و در دلش یک ذره دروغین، یک دروغ یا که تکذیب به نسبت شریعت نداشته باشد و اخلاصش کامل باشد و از تمام نمودهای شرک باید دور باشد. برادران عزیز و خواهران بزرگوارم، وقتی که ما شرک میگوییم، شرک فقط سجده کردن به قبر، سجده کردن به سنگ و درخت و ماهتاب نیست. شرک نمودهای زیاد را دارد و دعا بکنید و از الله تمنا میکنیم که بعد از شرح کلمه توحید لا اله الا الله شرک را ان شاء الله به شما تفصیل و شرح و بیان نماییم. پس شرک دعا هست، شرک در دعا، چرا که دعا هم عبادت است. در تمام عملی که وی عبادت است، در همون عمل را غیر الله انجام دادن این شرک است. شرک در محبت یعنی در دوستداری کسی را، چیزی را از الله زیاد داشتن. شرک در طاعت، کسی را از الله زیادتر اطاعت کردن. یا که از ترس، شرک در ترس، چنان از یک بنده و مخلوق می ترسید که الله ترسش یک جا گذاشته می شود و ترک شریعت کرده می شود. شرک در تشریع، یعنی کسانی هستند که حکم الله و حکم رسول الله را یک طرف میگذارند و خودشان کانستیتوسیا میسازند و مردم را مجبور میکنند که با این کانستیتوسیا، با این قانونی آنها ساخته مردم زندگی بکند و مردم را به خاطر اجرا نکردن این قانون ساخته اشان به قتل میرسانند و حبس میکنند. اینها هم مشرک هستند. شرک در حکم، این الحکم الا لله ولا یشرک فی حکمه احد. و البته شرک نمودهای بینهایت زیاد دارد. شرک در نیت و قصد و اراده و شرک در طاعت و شرک در عبادت. همه این نمودها باذن الله سبحانه و تعالی ان شاء الله بعد از شرح کلمه توحید به شما یک درس خاص در موضوع شرک بیان خواهیم کرد. پس یقین و صدق و اخلاص اساس توحید است. توحید به این 3 چیز زنده نمی شود و به وجود نمی آید. پس وقتی که اساس توحید شد، این دلالت میکند که شرط صحت لا اله الا الله است.
لا اله الا الله به یقین و به صدق و به اخلاص صحیح نمی شود و درست نمی شود و تصور هم کرده نمی شود. توحید را به این یقین و صدق و اخلاص تصور کرده نمی شود. پس کسی که بگوید که من موحدم و بعد از این شک داشته باشد، شرک داشته باشد، کذب یعنی دروغی نسبت شریعت داشته باشد، این توحیدش قبول نیست. بارک الله فیکم. پس وقتی که نظر به محبت میکنیم میبینیم که انقیاد یعنی عمل کردن و قبول کردن توحید این میوه محبت است. وقتی که انسان در حقیقت نسبت لا اله الا الله و نسبت الله و رسولش و اسلام و ایمانش محبت را به وجود آورده است و در قلبش محبت به عشق دارد، بعد از این به اسلام عمل می نماید و بعد از این تمام گفته های الله و رسول الله را قبول می کند. اما امروز کسانی را می بینید که ادعای محبت می کنند، می گویند که ما الله را، رسول الله را، دین را، ایمان را، لا اله الا الله محمد رسول الله را دوست می داریم، اما تماما عمل ندارند، نه نماز دارند، نه روزه دارند و نه غیره، نه موحدند. حتی توحید را از شرک جدا کرده نمی توانند. شرک چیست بخبرند، توحید چیست بخبرند. هر روز از اونها شرک با وجود می آید اما بخبرند که مشرک هستند. پس اینها ادعایشان دروغ است. الله رب العزة والجلال به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد و گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. ببینید ای محمد صلی الله علیه وسلم به مردم بگو، به آنهای بگو که اگر الله را دوست بدارید به من اطاعت و پیروی بکنید. الله را اگر شما ای بندگان حقیقتا دوست بدارید به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، به حکمهای کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنید، فرمانهای رسول الله، امرهای رسول الله را به جا بیاورید و از بازداشتهایش و نهی کردهایش و من کردهایش باز ایستید، وگرنه ادعای محبتتان دروغ است و این محبتی که شما ادعا میکنید فقط یک لفظ است و هیچ در قلب شما محبت وجود ندارد. پس وقتی که محبت انسان حقیقی شد، این انسان انقیاد می کند، یعنی عمل را انجام می دهد و وقتی که محبتش حقیقی شد این انسان تمام گفته های الله و رسول الله را قبول می کند. پس انسانی را دیدید که گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم را و گفته های الله را و شریعت را کاملا قبول نمی کند، دانید که مشکلی این بنده در محبت است. حالا تا به حال عشقش و محبتش در نسبت لا اله الا الله، نسبت اسلام و ایمان و نسبت محمد رسول الله باید و شاید نشده است و شرط لا اله الا الله را حالا با وجود نآورده است که این محبت حقیقی است. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. پس وقتی که انقیاد و قبول به جا می آید و بعد از این ذل، خاکساری به خاطر الله، ترس به الله و تمام بندگی، کامل شدن بندگی و عبودیت انسان به وجود می آید. پس بارک الله فیکم، وقتی که یکی از این صفتهای هفتگانه و یکی از این شرطهای هفتگانه وقتی که نابود شد، به جایش حتما یک چیزی دیگر می آید. مثلا وقتی که محبت نابود شد، حتما دانید که به جایش بغض می آید. هیچ ناممکن است که محبت رود اما شما کامل به بغض استید، یا محبت یا بغض، یا روز یا شب. ناممکن است که هم شب و هم روز باشد، یا محبت یا بغض، یا شرک
یا اخلاص، یا قبول کردن یا رد کردن، یا یقین و باوری 100% کردن یا شک و ریب و شبهه کردن. بارک الله فیکم. پس این بغض و دشمنی و عداوت و شرک و رد کردن و شک کردن و نفاق و ترک کردن عمل و جهل، ترک ضدش میبینید انقیاد، جهل. وقتی که علم نابود شد حتما جهل به وجود می آید. کسی که علم ندارد نمیتواند بگوید که من عالم هستم، من جهل ندارم. کسی که علم ندارد خواهد نخواهد جاهل است. کسی که عمل نمی کند خواهد نخواهد ترک کرده است. پس بارک الله فیکم. مقصد از این سخن ما این است که چرا فقط 7 تا ذکر شد؟ زیرا این 7 شرط لا اله الا الله و شرط ایمان و اسلام تمام بزرگترین مسائل دینی را جمع می کند و تمام مهمترین چیزها در همین 7 شرط لا اله الا الله وجود دارد و دیگر تمام چیزها به زیر این 7 شرط داخل می شود. بارک الله فیکم. پس هر یک این شرط لا اله الا الله امور از امورهای دین را و جمله از جمله های دین را در بر می گیرد. تمام عملهای دینی و ایمان، تمام عملهای دین و ایمان از انمین 7 شرطی که ما به شما ذکر کردیم بیرون نمی شود. تمام مسائل در زیر همین 7 شرط وجود دارد و باید انسان بداند که به وجود آمدن توحید به این 7 شرط ناممکن است. به وجود آمدن توحید به این 7 شرط ناممکن است. توحید فقط با همین به وجود آمدن 7 شرط به وجود می آید. و باید بدانیم که تمام کفری که در روی این دنیا هست البته سببش این ترک کردن یکی از این شرط هاست، یا همه شرط یا یکی از این شرط. پس تمام کفر را نظر بکنید، کفر کفار یا که کفر منافقین یا که کفر مشرکین یا که کفر مرتدین، تمام کفر وقتی که نظر میکنید سببش ترک کردن همه این شرط هاست، یا که یکی از این شرط هاست یا که 2 از این شرط هاست. وقتی که مشرک را میبینید، صوفی های غلو کرده که قبر را میپرستند، وقتی که نظر میکنید میبینید که علم را ترک کرده اند، چرا که جاهل در معنی قرآن و سنت هستند. و این چنین میبینید که اخلاص را ترک کرده اند، زیرا که اونها نفاق پیدا کرده اند. پس بارک الله فیکم. انا این بود مهمترین مسائل شروط که با این میفهمید که در حقیقت این شرط ها باید تعلیم گرفته و از همه مهمش باید عمل کرده شود. پس بیایید با یک سوال جواب بدهیم. اگر کسی بگوید که ترتیب این 7 شرط چگونه هست، مثلا اول کدامش را میگویم، دوم کدامش را و سوم کدامش را. علما میگن اولین شرط لا اله الا الله اگر به ترتیب بگویم این چی است؟ علم است. چرا که هر یک عمل ترتیب دارد. خصوصا اسلام در تمام مسائل ترتیب را به اعتبار گرفته است، در مسائل عبادت و غیر عبادت، در مسائل علمی و غیر علمی. مثلا در طهارت کردن وقتی که نظر میکنید، الله رب العزت و الجلال شستشوی طهارت را به ترتیب ذکر کرده است. برای همین است که جمهور علما ترتیب را در طهارت فرض میدانند. یعنی اول روی را میشوید و بعد از این دست را با همراهی آرنج و بعد از این مس کشیدن به سر و بعد از این شستن پای. کسی که ترتیب را ویران میکند
داند که میگویند وضویش باطل شده است. البته این قول راجح است. و این چنین شرط های لا اله الا الله ترتیب دارد. اولا علم است. اولین شرط لا اله الا الله علم است و بعد از این دومین شرطش یقین است، باوری و 100% یقین کردن، و سومینش صدق است و چهارمین شرط لا اله الا الله کلمه توحید اخلاص است و پنجمینش محبت است و ششمینش قبول است و هفتمینش انقیاد است. آخرین مرتبه شرط های لا اله الا الله این انقیاد یعنی چی؟ عمل کردن، همیشه با عمل پابرجا بودن و عمل را ترک نکردن. پس دانید که انقیاد و عمل کردن ثمره محبت و قبول و اخلاص و صدق و یقین و علم است. یعنی انقیاد عمل کردن این هفتمین شرط لا اله الا الله ثمره میوه 6 شرط پیش از خودش گذشته است. وقتی که علم به وجود آمد و به این علمتون یقین و باوریتون کامل شد و در همین علمتون بعد از یقین صادق بودید و بعد از این علم را عمل کردید با اخلاص و بعد از این محبت نسبت این علم یعنی لا اله الا الله به وجود آمد و بعد از این را 100% قبول کردید، ترک نکردید و بعد از این عمل می نمایید. بارک الله فیکم. پس علما می گویند هر کسی که عمل را انجام ندهد، انقیاد یعنی پابرجا به عمل نباشد، گفته های شریعت را بجا نآورد، این دلالت می کند که در 6 شرط گذشته لا اله الا الله علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول مشکلی دارد، ضعیف است، یا که این 6 شرط را ترک نموده است یا یکی از اینها را ترک نموده است، به همین خاطر عمل نمی نماید. اما کسی را دیدید که عملش قوی هست، به قرآن و سنت عمل می کند، دانید که علمش، یقینش، صدقش، محبتش و قبولش الحمدلله که خوب است و به خاطر همین عملش هم خوب شده است. بارک الله فیکم. پس از همین جا ما میفهمیم سالم بودن و درست و خوب بودن یک انسان را و فساد و نادرست و غلط کردن یک انسان را. وقتی که دیدیم که عملش خوب است و توحیدش خوب است، گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام میدهد و از شرک و بدعت و خرافات و ضلالات دور است، دانید که این در حقیقت شرط های لا اله الا الله را بجا آورده است. پس بعضی از چیزها را اگر به مسئله دیگر باز کمی صحبت بکنیم، بعضی از مسائل را علما ذکر کرده اند و گفته اند که شاید اینها هم شرط از شرط های لا اله الا الله باشد، اما تمام علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که غیر از این 7 شرط دیگر شرط لا اله الا الله ندارد، چرا که این 7 شرط تمام دیگر مسائل را جمع میکند. اما نطق کردن با شهادتین یعنی لا اله الا الله گفتن، زبان با زبان گفتن، بعضی ها اگر بگویند که این هم شرط لا اله الا الله هست، ما میگیم این غلط است. نه، گفتن لا اله الا الله به زبان شرط لا اله الا الله نیست، بلکه این خود لا اله الا الله است، این رکن لا اله الا الله است. یعنی لا اله الا الله به نطقش ناممکن است. ما گفتیم علما اجماع میکنند که هر کسی که قادر به گفتن لا اله الا الله باشد اما لا اله الا الله را نگوید کافر است. این اجماع اهل سنت و جماعت است، مخالف خلاف بر مرجعه اشعری ها گفتن لا اله الا الله را ضرور نمیدانند. ببینید و اشعری ها میگن لا اله الا الله این به احکام آخرت هیچ فایده ندارد گفتنش، اما در احکام دنیا گوید خوب است در نزد مرجع. اما در نزد اهل سنت و جماعت به اجماع علما کسی که زبان دارد و نطق کرده میتواند لا اله الا الله نگوید کافر است و حالا مسلمان نشده است، بجز یک انسانی که گنگ است، زبان ندارد، در این حالت با قلبش لا اله الا الله میگوید. پس نطق شهادتین این شرط لا اله الا الله نیست.
بلکه این یکی از لوازمات لا اله الا الله است. خیلی که رکن از نماز است و به رکوع یا که سجده از نماز است و به رکوع و به سجده نماز باطل است، این چنین نطق شهادتین نطق لا اله الا الله محمد رسول الله مثل رکوع و سجود در نماز است. رکن لا اله الا الله است و به نطق لا اله الا الله این لا اله الا الله هیچ فایده به انسان نمی باشد. و الموت علیها، و بعضی از شخصان گفتند که با همین لا اله الا الله وفات کردن این شرط لا اله الا الله است. البته این هم شرط نه بلکه رکن لا اله الا الله است، زیرا انسان باید به لا اله الا الله وفات بکند، یعنی در حالت عمل کرد لا اله الا الله و در حالت ایمان به لا اله الا الله بمیرد. اما وقتی که پیش از مردنش مرتد شد، کفر را اختیار کرد، البته لا اله الا الله هیچ فایده به انسان نمی باشد. العمل بها، بعضی از البته انسان ها عمل را هم رکن از رکنهای یا که میگویم شرط از شرطهای لا اله الا الله گفتند. اما عمل این خیلی که به شما بیان گشت رکن لا اله الا الله است و این چنین در شرط لا اله الا الله انقیاد این معنای عمل را میدهد. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید اما هیچ عملی را انجام ندهد، این کافر است، مخالف مرجعه. اهل سنت و جماعت میگن هر کسی که لا اله الا الله بگوید اما هیچ عملی نکند، ما عمل الخیر قط، یگام بار یک عملی خوبی اسلامی را انجام ندهد، البته این کافر است. پس این رکن لا اله الا الله است. الكفر بالطاغوت، در این زمانه ما این چنین بعضی ها کفر به طاغوت را شرط لا اله الا الله گفتند، اما قول صحیح و درست این است که کفر بر طاغوت این رکن لا اله الا الله است. نفی لا اله گفتیم، نفی رکن اولی لا اله الا الله این نفی است، یعنی رد کردن کفر، رد کردن شرک و ترک کردن کفر ورزیدن بر طاغوت. و البته در حلقه های گذشته به شما بیان گشت که کفر بر طاغوت این رکن اولی لا اله الا الله است و در زیر رکن اولی لا اله الا الله می استد. اگر بگوییم که خیر، اگر شرط بگوییم چی؟ شرط بگوییم کمی درجه اش از درجه رکن به پایان نازل شد، اما در هر دو حالت هم ترکش کفر است. ترک رکن هم کفر است و ترک شرط هم کفر است. البته فرق شرط و فرق رکن را ما به شما بیان میکنیم و معنای شرط را ما به شما ذکر میکنیم که شرط چی معنی دارد و شرط و رکن از همدیگر چی فرق دارد. لیکن باید دانید که هر دوشم به نهایت مهم است، هم رکن و هم شرط. ترک شرط و ترک رکن هر دوشم کفر است و در حالت ترک کردن شرط و ترک کردن رکن لا اله الا الله صحیح بودنش نابود می شود و ناصحیح می شود و ناسالم می گردد. الرضا والاقرار، الخوف، التوکل، الرجاء و بعضی از این سخنها که همه اینها شرط لا اله الا الله نیست، بلکه شرط لا اله الا الله چگونه که بیان کردیم 7 است. بارک الله فیکم. یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت سلیمان ابن سحمان الخثعمی وفات کننده 1349 هجری، یعنی 100 سال قبل، 100 سال یا که 110 سال پیش از امروز در عصر گذشته وفات کرده اند. سلیمان ابن سحمان رحمه الله علمای اهل سنت و الجماعت به نهایت با نظم این شرط های لا اله الا الله را شرح دادند. انشالله در حلقه های آینده این نظمی شیخ رحمه الله را از اول تا آخر زیبا به شما
بیان میکنیم و نظم به شما قرائت میکنیم و یک بیتش را به شما میخوانم که میگویند فأولها العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعدي فلو كان ذا علم كثيرا وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. یعنی اولین شرط لا اله الا الله این علم است که میگن نابود کننده رد کننده ضدش جهل میباشد. کسی که بسیار علم داشته باشد و جاهل به دلالت های لا اله الا الله باشد، به شرط های لا اله الا الله باشد، داند که مرتد است. میگند به همین جاهل بودن، یعنی به شرط های لا اله الا الله جاهل بودن، به دلالت های لا اله الا الله جاهل بودن، به مدلولات لا اله الا الله، به معنای لا اله الا الله، به رکن و به این مفهوم هایش جاهل ماندن مرتد است. این چنین انسان مرتد هست. میگن البته این سخن ما را وقتی که مرجعه ها میشنود میگویم موی بدنش راست میشود. به عباره تاجیکی دیگر مرغه که بدنش میلرزد. زیرا مرجعه ها اصلا میخواهند که این زمان انمین رکن لا اله الا الله، یک شرط لا اله الا الله، یک طرف صد رکن را هم نابود بکنند. در نزد رافضه ها کفر، در نزد مرجعه ها کفر بر طاغوت این یک سخن بی نهایت وزمین است. در نزد مرجعه ها شرط های لا اله الا الله را بیان کردن این یک بی نهایت وزمین ترین چیز است، برای آنکه مخالف عقیده اونهاست. مرجعه ها اصلا قائل به این چیزها نیستند. مرجعه ها میگن لا اله الا الله بگو، دیگر کار میکنی بکن. زنا کردی، دزدی کردی، کفر کردی، شرک کردی، چیزی کردی، تو ایمانت مثل ایمان جبرائیل است و میکائیل است و اسرافیل است و ابوبکر است و عمر است و عثمان ذی النورین و علی است. و البته این مذهب مرجعه مذهب باطل است که امروز بعضی از فرقه های مرجعه این 7 شرط های لا اله الا الله و 2 رکنش نفی و اثبات را زبانا میگویند، به شما شرح میدهند، اما در حالت این که ترکش کفر است یا نیست میگن که کفر نیست. این هم یک نمود مرجعه است. شما باید دانید یعنی مرجعه ها چه خیلی که در حلقه های گذشته به شما بیان شد یک نمودهای زیادی را دارد. بعضیش اصلا شرط را قبول نمی کند، بعضیش هم شرط و هم رکن را قبول نمی کند، به مانند جهمی و به مانند این مرجعه های غلات که در جرونش اشعری و ماتریدی و اینا هست. و بعضیش این چنین ماهر در تدلیس و فریب کردن شده است که میگوید ما رکن لا اله الا الله را قبول داریم، 2 رکن دارد نفی و اثبات، و میگوید که ما 7 شرط های لا اله الا الله را قبول میکنیم: العلم، یقین، صدق، اخلاص قبول، محبت قبول و انقیاد. میگوید به زبان شرح میدهد، اما میگوید کسی که شرط های لا اله الا الله را ترک کرد به جا آورد کافر نمی شود، و کسی که رکن لا اله الا الله را ترک کرد کافر نمی شود، زیرا میگد عذر دارد. عذرش چیست؟ عذر در ترک رکن لا اله الا الله چیست؟ ما گفتیم اهل سنت و جماعت در بعض مسائل عذر نمیدهند، همه وقت جهل عذر نیست، البته اکراه این دیگر چیز است. و بعض از شرط های لا اله الا الله این یا که 2 رکن لا اله الا الله در حالت اکراه هم این از بین نرونده است، تماما عذر ندارد، چرا که این مسائل قلبی هست. اکراه به عملهای ظاهری چی میکند؟ تأثیر و عذر میشود، تأثیر میگذارد و عذر میشود. اما به عملهای درونی اکراه، یعنی کسی شما را زند درون شما را تغییر داده نمیتواند، درون شما در جایش می ایستد. پس البته فهم این نمود مرجعه هم فهم بینیات خطرناک است که امروز این چنین مرجعه ها خود را اهل سنت و جماعت میگوید، خودش را بعضش سلفی هم میگوید. البته سلف از این نمود مرجعه ها بیزار بودند و بری هستند. همیشه مرجعه خودش را به اهل سنت و جماعت نسبت میداد و میگوید که ما اهل سنت هستیم. اهل سنت و جماعت از آنها بری هستند و بیزار هستند. مذهب اهل سنت و جماعت این است که
کسی که رکن لا اله الا الله را یا که رکن شرط های لا اله الا الله را ترک بکند به کفر واقع شده است و کافر خواهد شد. و البته در بعضی حالات البته عذر دارد. در مسئله انقیاد پابرجا بودن، در مسئله بعضی از مسائلی که ظاهری هست، اکراه عذر است. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله از مسائل شرط. اما باید دانسته شود که مقصد از بیان این شرط های هفتگانه لا اله الا الله این نیست که شما این 7 شرط را از یاد بکنید تمام، گویا که شما به حق رسیدید و بعد از این هیچ دیگر مسئولیتی ندارید. مقصد از فهم این شرط های هفتگانه لا اله الا الله حفظش نیست، بلکه عمل کردنش است. پس مقصد ما از بیان کردن این است که شما باخبر بشوید و بعد از باخبر شدن عمل نمایید. البته حفظ کردن و بعد از این حفظ را فهمیدن و عمل کردن خوب است، اما کسی که فقط حفظ می کند، از یاد می کند و عمل نمی نماید، البته این غلط است. امروز چقدر انسان ها را می بینیم که شرط های لا اله الا الله را از اول تا به آخر خوب به شما از یاد می گوید، اما وقتی که به عملش نظر می کنیم هیچ عمل ندارد. وقتی که به عملش نظر می کنیم عملش مخالف شرط های لا اله الا الله است، مخالف رکن های لا اله الا الله است. وقتی که سخن می کند از یاد کرده است، خوب است، اما در حالت عمل می بینیم که سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قبول ندارد. وقتی که عمل می کند می بینیم که اخلاص ندارد. وقتی که می بینیم بغض و عداوت به کفار ندارد و کفار را اولیاء و دوست خود گرفته است و در بعض مسائل شک دارد و در بعض مسائل رد می کند و این دلالت می کند که حفظی که کرده است این عملا اجرا نشده ایستاده است. پس مقصد شریعت این عمل کردن است. بعضی انسان ها این 7 شرط را ترتیب با ترتیب از یاد نمی دانند. از این 7 شرط اصلا بگویم بیخبرند. مثلا 7 شرط را به ترتیب باید دانستن، از یاد کردن بیخبرند، اما وقتی که به عملشان می نگریم می بینیم که اونها اخلاص دارند، اونها صادقند، اونها شکی ندارند، اینها علم لا اله الا الله را دارند، رکنش و نفیش را فهمیده اند، اونها مقصد شریعت را فهمیده اند، قبول تمام گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله رب العزت و الجلال میکنند و همیشه پابرجا بر عمل هستند. پس این دلالت میکند که گرچنده که 7 شرط را ندانند اما اونها مؤمنی واقعی هستند. پس بارک الله فیکم. شما نیز برادران و خواهران عزیز عمل کننده به این 7 شرط لا اله الا الله باشید و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط دارد به شما ذکر کرده خواهد شد و باید دانید که تمام مسائل شرعی یعنی اصول و مسائل مهم عقیدوی اسلامی در زیر همین 7 شرط لا اله الا الله داخل می شود و علما میگن تمام عبادت هایی که در شریعت وجود دارد و تمام رکن ها و شرط ها و نواقضی که وجود دارد، یعنی تمام عبادت هایی که اسلام وجود دارد، در اسلام وجود دارد، همه اش رکن دارد و شروط دارد و نواقض دارد که البته این موضوع رو در حلقه آینده به شما ذکر میکنیم. و این چنین لا اله الا الله رکن دارد، شرط دارد و شکننده دارد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.